بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک دوستان و عزیزانی که صدای بنده رو شنوا هستند. در جلسه جدیدمون به پیوست آموزش قبلی، یعنی در خصوص شرفها و حبودها که یک جزوهی براتون با یک آموزش براتون ارسال کردم، به پیوست اون و برای تکمیل این موضوعات برای بررسی طالع از لحاظ شرف و یا حبود بودن یک سیاره، یعنی منصوبات طالع شناسی اونها رو در این جلسه قرار با هم دیگه صحبت بکنیم. منتها بنده به غیر اون، چون یک مبحث خیلی ساده هست و جزوه گویای اونه، به غیر این که بیام و اونها رو برای شما توضیح بدم، جلسه تصویری امروز رو اختصاص دادم به یک اتفاقی که در این ساعت، در این روز، یعنی دیروز در شهر تبریز، در بخشی از شهر تبریز رخ داده بود که این لحظه رو بنده رصد کردم با نرم افزار و خواستم که از لحاظ طالع شناسی آسترولوژی این موقع رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خب ببینید، طالع وقت برج جدی بوده. خب و از لحاظ اینکه چه سیاره‌ای کجا نشسته نگاه بکنید با هم دیگه. ابتدا موضوع رو بگم. ببینید، موضوع یک جشنی بوده، خب که این جشن با بیماری نفرات به هم ریخته، یعنی با حالا مسموم شدن یا هر طریق دیگری یک جمع به کلن مسموم شدند و این جشن به هم ریخته. این رو خواستم با شما به اشتراک بذارم، با هم دیگه نگاه بکنیم. توجه بکنید، در طالع زحل نشسته. زحل به عنوان سیاره نحس اکبر در نجوم اسلامی و حالا همه نجوم ها قبول میکنن این رو که زحل نحسه. خب در طالع نشسته، طالع خودش جدیه. حالا ما سوای این در خونه سوم رجعت مشتری داریم و این از حالت حکمرانی خوشی اون مجلس در واقع کاهش میده این موضوع رو. در خونه چهارم که به عنوان مقام و اون جایگاهی که این اتفاق افتاده اگر در نظر بگیریم، قمر با رأس قرار گرفته در برج حمل. آرزم خدمتتون در خونه ششم رجعت مریخ داریم. حالا هر چقدر هم که مریخ رجعت داره، باز اثر خودش رو در خونه ششم که به عنوان خونه بیماری هاست اثر گذاشته. در خونه اجتماع، یعنی خونه دهم، اگر ما نگاه بکنیم که مربوط به اجتماع و جمع شدن ها هم میشه، خب در واقع اجتماع این سیارات هم در اینجا بی دلیل نبوده. چرا؟ شمس در حبوط خودشه. خب در حبوط خودش به سر میبره در برج میزان. آرزم خدمتتون که با زن همراه شده و حالتهایی که حالا بماند که چه نظرات نجومی رو اینجا به وجود میاره، چون فعلا درس ما این نیست. خب صرفا خواستم برای شما نشون بدم که اگر یک کاری رو میخوایم اجرایی بکنیم، اگر در زمان نادرستی اجرا بشه، همچین عواقبی رو به دنبال داره. حتی نگاه بکنید، حتی در نزدیکترین حالت به شرف قمر هستیم، یعنی یک حرکت کوچولو دیگه بشه، از لحاظ آسترونومی قمر وارد برج سور میشه. خب و در اوایل سور شرف داره، یعنی یه 10 درجه 15 درجه دیگه وارد شرف خودش میشه از لحاظ نجوم، در واقع نجومی که داریم در خصوصش صحبت میکنیم. درست شد؟ پس زحل در طالع بوده، رجعت مشتری بوده، قمر با رأس در یک سو در جایگاهی که این اتفاق افتاده قرار گرفتن. در خونه بیماری ها رجعت مریخ وجود داره. در خونه اجتماع حبوط شمس با ذنب در یک سو قرار گرفته. همه اینا باعث میشه که جمع به هم بخوره. حالا بماند که چه اتصالاتی رو به همراه داشته. از لحاظ آسترولوژی جامعه، از لحاظ آسترولوژی کلی نه شخصی، خب این یک چارتیه که به ما نشون میده که طالع در نحسی و جمع شدنها با توجه به رجعت هایی که قرار گرفته، بیماری حالا مسموم شدگی
هست. من اینجا بیماری میگم، بیماری های دست جمعی و در واقع متفرق شدن یک جمع رو نشون میده.